سلام برسم وطن عزیز، بازم خوش آمدید. ما همین لحظه در کجا هستیم؟ سمرقند. در سمرقند و بخارا. سمرقند و بخارا. در سمرقند هستیم، یک جای بعد دروازه سمرقند. دروازه سمرقند. اینجا را به نام بازار نان میگن. بازار نان. از اینجا نانی مشهور دیگه تاشکند میره دیگه، مردم بر خانه خود تاشکند میبرن. خب مردم میره پشت نان اینجا. از اینجا مثل یک توفه وری میبره، مثل یک چی وری میبره دیگه. نانای مختلف هست دیگه. یک بار میریم میبینیم چی رقم ناناست، چند کیلو وزنش از دانه چند است، ما را تعقیب کنیم. نان دم بسته تاشکند، این نان سمرقند دم بسته ازبکستان. این سمبوسه است. سامبوسه نه. ما و شما سمبوسه میگیم یا سامسه. اینجا چی است؟ اینجا نان است. این نان روغنی. سلام علیکم، یک شما. چرب میکنم. بیا کمکی تر بیا بگو نام چی است؟ اسمش نمه؟ سواره. سواره. از کجا میارین نانا را؟ حتی از سمرقند از میارین؟ داخل شهر دیگه یعنی. منظورش نان سمرقند منظورش. نان سمرقند است. دانه چند است؟ قانچه روپیه بردانه؟ 3000. 3000. تاجیکی بودو میدانه یا کلی تاجیکی میدانی؟ تو میدانی؟ خب. خانه کجاست باز؟ خانه همینجاست. چند تا اولاد داریم؟ یک دانه. یک گله میگه. خب پدرشان چی کار میکنن؟ آپایشان؟ پدرشان نوای خونه به نوای میکنن، مشکلی میکنن. نانوایی داره، این نانوایی داره که نمی نانه. او پخته میکنه این مفروشه. خب او شاگردت است؟ دخترم. دخترت است؟ اوه ماشاءالله. خب در یک دانه نانش آدم سیر میکنه؟ یا نه؟ اون آدم 3 دانه را میخوره. یک دانه 3000 سوم است نه؟ اینا جورنالیست است یا نه؟ تلویزیون نمره از افغانستان آمده. تلویزیون نمره میسونی؟ شما جنگ هیکا نفسی نتسونی تلویزیون ببروی. خوی دخترت هست دیگه؟ دخترم. خب خانوادگی دیگه میکاره میکنن، کل خانه هم میکاره میکنن. آیلوی میکنه ما. دادش میپزن. این راست میکنه. خودشم خفیف. پیسه را کلش تو در جیب مندازی. خب سلامت باشید. نان گرفت نان نگه. سلامت باشید، بخیر باشید. یعنی شاید دانه 6000 باشه، به حساب افغانستان جورایی میاد دیگه. 6000 است فکر کنم. نش پوله کرد. 10000. خدا خوب نان از دیگه. ایرا باز چرب میکنن که در روغن جلبل میزنن. شما کجا میبری نانه؟ نیریگه چک ده بگو کجا میبری؟ anaqaga Angren. از بسیار جای دور آمده پشت نان؟ Biz ham sayohat kelgandik aylanib. Sayohat keldizmi? Yon sayohat omada yo'li Anger mera. Necha kilometr butdan o'zi? Butdan 600. 600 kilometr yo'l dur mera. Samarqand omada Chakarzadan pas mera. فکر کو از کابل مزار شریف بیایی. تقریبا زیادتر. به خاطر به 4 تا نان بگو 600 کیلومتر دور آمدی. Al-Bukhari. Bukhari tomonda. Yo'q, Al-Bukhariga ziyoratga keldik. Samarqandda-yu ziyorat. Al-Bukhari Samarqand ziyorat است. به نام Al-Bukhari. در اون زیارت آمدن یا. خب. بگو 4 تا نان تنها میخوری؟ 4 تا نان بیتوزم است. چاقم نمیشه. Bir hafta yeymiz. یک هفته میگم میخوریم. یک هفته. بر چند نفر هستی؟ نچه کشی؟ سلام میگم من دو تا بچه‌ام زنم. بگو یک سلام برای کسایی که در افغانستان میبینه. تاجیکی نیستم. افغانستان. تاجیکی نمیدانم. نمیدانی؟ ازبکی میدانی؟ یک سلام تقدیم کو برای دوست. سلام O'zbekistondan. Qo'sh davlat. Men do'stimiz baribir. Qondosh baribir. Qardosh. سلامت. Afg'onistonga salom. Rahmat.
فروختی تا بالا؟ باش که مشتری آمدم. چند دانه فروختی؟ 100 تا فروخته. 100 دانه نام خدا. شما کلتون تاجیکی میدانم. میدانم. همی کار میکنین؟ چی؟ نان مفروشین؟ نفهمیدم. شما میگه چی میگه؟ منظور چیه؟ منظورم ایست که همی دمی راسته کلش خانما همی کار میکنن. خانما مردا کلش. خب چی گفته؟ دوته همه بود تایال کشی نان ساتوته دو. خب چند ایالله هب باید نیده تاجیکی بگوید؟ ضعیفا خب چند دانه فروخته تا بالا؟ 500 تا 500 تا نام تا خدا. حالا از پگه؟ نه از ساعت 3 از ساعت 3 تایال رو 500 تا. بیار فایدهش نصب کو دیگه. سامانیش نصب کو. سامانی نمیدونم سم بمیدونم سوم همون سوم. فایدهش میگه 2 تقسیم کن. شما کی خب سلامت باشی. این چی است؟ یه نان است. این فاتیر فطیر است. نان فطیری است. خب در این روغن گت میشه. یک بغل بیا تو احمدی صاحب. چی حال داره؟ فارسی میدانی؟ میدونم کم یا زیاد؟ زیاد اصل از کجاستی؟ از تاجیکستان؟ سمرقند از سمرقند. خب چند دانه فروختی؟ نه چند دانه نان فروختی؟ نشته 132. حاضر اومدم من میگه یال آمد. حال آمدی؟ کجا بودی تا بالا؟ خونه به خواب خب ما گفتم خیاروسی رفتی کدام جای؟ خب اصل سلام علیکم. میگه در خانه خواب بودم دیگه شام برای کار آمدم. این چند تا را فروختی بخیر؟ حاضر اومدم حاضر نه حالا چند تا خرید؟ 4 تا 4 تا. یک دانش چند است؟ 3000؟ 6000 6000 جورایی است یا؟ این نانای فطیری است. در این روغن هم فکر کنم گت میکنه. یال میگیریم یک دانه رو در موتر میخوریم. میخوریم هوام سرد است. چند نفر در اینجا کار میکنی؟ حالا بچه‌اش بودم من خودش من افتمت از آیداشتگیتون دیدگیتون بریم مانم از آیداشتگی و برامدگی اینجا. چی میگه؟ میگه که پیدا شده میریم اینجا آمدیم کار باریم اینا پنج نمیکنم. ساله بودیم اینجا بودیم. خب حد مادر جان خود 5 ساله بوده دیگه میتونیم شاخر کردیم با اینجا آمدیم. زایدیم با اینجا آمدیم. خب بچه‌ها کده اینجا آمدیم. خب چند تا اولاد داری؟ اولاد یک گله. یک گله. دراز. از وقتی که تولد شدی کار میکنی چند تا خانه داری در ازبکستان؟ ازبکستان به یک تا خانه دارم. این چی میماند من چی ماشین فروختم автомат فروختم اینجا من کار میکنم اینا 500 سه میماند یک تا خانه از دست автомат ما از افغانستان گرفتیم حالا تو دلت از اینجا باز سر ما автомат بفروشی. شما بزن قیمت من میدانم زنه قیمت گیری قیمت چی پیام داری برای خانمای افغانستان یک سلام تقدیم کو؟ افغانستان با سلام تینچلیک میخواستیم هملوتون با سال خوشتون سلامت باشید سمرقند اومدید نامه خوشره گیرتون سلامت باشید. ما از اینجا میریم بخیر تاجیکستان. شما سیارات که گشتید؟ بله. از تاشکند جا مرسید؟ بعد میریم تاجیکستان. بگو خانه شما که میمون بیاد دیگه نان خشک زیاد است نه؟ از این نان زیاد است کم بود نمیشه. مهمان اگر بیاد میگه نان زیاد است کم نمیشه. نه دستیم باشه. سلامت باشید. شیر میخوره خب هنوز بگو از شیر جدا نشدی؟ مزه تو چطور خود سرخ و سفید کردی؟ شما سرخی سفید کردم نه خب استایل زدی نه؟ رنگی باری خب از دور مشتری را جذب میکنی که بیا نان بخره نه؟ همه طور است نه؟ از دور میگه صدا کنید
پیش از زمین بروید زبان که یکم تمیز هستی. اگه جو شما؟ ما از افغانستان ژورنالیست یک برنامه داریم. این دانه چنده؟ اون مشتری آمده. سلام علیکم. فارسی بلاس ما؟ تاجیکی. تاجیکی میدونی؟ چی میکنی در این نصف شو؟ چی مفروشی؟ نان مفروشم. نان مفروشی؟ شوهرت چی کار میکنه؟ قصاب. قصابه؟ خب اینجا به کساس مایی؟ خب مورد نکشه. همو آهنگ شنیدی مگه؟ عروس قصاب نمیشی. اصلا سگردنه بیشم قصاب. این مزش نه اینه. ای؟ مردکش قصابه. گاو کشتاز نه مزش نشتازی. خب همون نباشد من مگه؟ بنیاق میگم با چرا کسی؟ عروس قصاب نمیشی؟ نه نمیشم. عروس قصاب نمیشم. چرا نمیشی؟ گاوره میکشد. باید بیشی. گاوره میکشد. باید بیشی. خب تو باید در خانه کار کنی یا در بیرون؟ من در بیرون کار نیستم تو. تو اشتکار نگاه کنی؟ تفلا نداری؟ تفلا گریان نمیکنه؟ میکند. سیتا. خب برو تو در خانه شوهرت قصابی کند. نه اکنون شد. یا پول لازمه؟ پول در کار پول. پول در کار؟ خانه از خوده یا کرا میتی؟ تگیش من. سلامت باشید. دکانه که فقط یک دانه نان مانده خلاص. تاجیکی بلاست ما؟ تاجیکی میدونم. خب میدانی. خلاص کردی بخیر؟ چند دانه با فروش رساندی؟ 5000 نه یک تمام است؟ یک دانه مانده؟ تمام کده مارکا چند دانه فروش کردی؟ 500 تا 800 تا کده 500 تا 800 تا. دایی 500 تا چند آید میمانه با شما؟ بابا اکن تو دو دیگه اکن نصیب میچ نمیرین نه. مثلا چند میشه که ما می کار شروع کنم؟ 700 میمون دیگه ولی اکوش نیست. حسابی نکردید؟ نه. خب فایده شو با من نیم میکنید؟ های مزنش. ها؟ ها؟ خب سلامت باشید، زنده باشید. خب هموطنان عزیز دیگه از یک سر امی رسته را که دیدن تمامش دختر خانما و خانمای عزیز بود که کار میکنن به خاطر نفقه عیال زحمت میکشن، با وجود از یک شوهرایشان کار میکنه، خود از اینام کار میکنه و آفرین به همتشان و میبینن که این پیسه را حساب داره، فایدهش همراه ما تقسیم میکند. اینجا شما ایت که بردی. مابینش ببرید و نمی خانم جات پیسه را دوست داری نه؟ پول زیاد دوست داری؟ دیگه این بود گزارش ویژه ما که از نانای مختلفی که دوستا میان از تاشکند و تازه ویزی و اقتصاد شما ژورنالیست می. بله افغانستان ژورنالیست. افغانستان ما مولا نشان میده. یک سلام تقدیم کو به می خانمای افغانستان. نشان تر من شوهرم جمع نه میکنه. چه میگی؟ اینجا افغان با گشتیم. ویدیو بگید کدام مرد میگه. ایگه پاستا. خیر من التجا میکنم، جاری میکنم شما را چیز نگوید، از خانه بیرون نکنید. خب دوستای عزیزی بود گزارش ما دیگه. این راسته را که شما دیدین بازم تذکر میتونم تمامش خانما کار میکنن و همراه شوهرای خود دست یکی کردن به خاطر یک 4 روپیه که پیدا کنن. تشکری میکنم از شما که تا این ما را یاری کردین. انشالله باز ما در خدمت شما هستیم. امی خانم چیز گفتنی داره، برای می خانم‌ها یک پیام تقدیم کنین، یک سلام. همین قصب از آنش چی بیاد همون میشد. همین؟ نه تو بگو. نه من نمیتونم گفت. نمیتونی؟ نه من فقط خاطر گرفت نان گرفت کنم. خب سلامت باشی. خداحافظتان دوستان عزیز، باز ما در خدمت.
هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.